با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی افغانستان د اسلامی جمهوریت د محلي ارګانونو د ریاست د هرات د ولایت محترم والي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د هرات د ولایت د امنیت قومنداني د تشریفاتي قراولو د پرسونل په نظام ترتیب ستاسې د راتلو د لیدنې ویل لري د تشریفاتي قراول بلندی سروان نعمت الله تږی د هرات د ولایت د امنیت قومنداني د ټولۍ قرارګاه قماندان ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من السلام علیکم وعلیکم ستړي مشئ مهرباني های با یک تن اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش. و همکنون از شخصیت روحانی اسدالدین جامی معاون و سرپرست مقام ولایت خواهش میکنیم تشریف بیاورند ضمن خیر مقدم به مهمانان عزیز به نمایندگی از هیئت رهبری و مقام ولایت صحبت‌های خویش را ایراد بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. وزار نهایت ارجمند، برادر دانشمند جلالت مآب معین صاحب مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محل جمهوری اسلامی افغانستان، برادر دانشمند جلالت مآب سید فضل الله وحیدی والی محترم ولایت هرات، رئیس به محترم شورای ولایتی ولایت هرات جناب شاروال صاحب ولایت هرات، رئیس به امنیت ملی ولایت هرات، وکلای عزتمند پارلمان در ولایت هرات که امروز در این محفل حضور دارند، علمای بزرگوار، سادات، مشایخ، روحانیون عزیز، رؤسای محترم ادارات دولتی ولایت هرات، ولسوالان محترم، خواهران عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همونطور که همه شما عزیزان مستحضر هستید، محفل و مجلس امروز ما به خاطر معرفی جلالت مآب محترم سید فضل الله وحیدی به صفت والی محترم ولایت هرات امروز ترتیب شده که جلالت مآب محترم معین صاحب مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در این سفر اونا را همراهی میکنن و تا چند لحظه دیگه معرفی خواهند شد. مجا داره که از شخصیت جلالت مآب محترم وحیدی صاحب که ما با اونا آشنایی دارم و در سفرها و سمینارهایی که ما در مرکز کشور با هم دید و بازدید و ملاقات ها داشتیم، یک شخصیت کاملا علمی، فرهنگی و دلسوز به وطن و با تجارب بسیار خوب از دوران ولایتشان که در ولایت کنر ایفای مسئولیت نمودن و اسباب خیلی از کارهای خیر، نیکو و کارهای که سبب بازسازی و انکشاف وطن ما بوده در او ولایت شدن. با همو تجارب، با تشخیصی که جلالت مآب حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان داشتن، اونها را شایسته از این دیدن که به صفت والی ولایت هرات مدت را در خدمت شما باشند. و من در اینجا لازم میدانم که از خدمات برادر عزیزم جلالت مآب محترم دکتر داود شاه صبا والی اسبق ولایت هرات که در مدت حدوداً 3 سال مسئولیت خود در ولایت هرات از هر نوع تلاش، از هر نوع سعی و کوشش برای آبادی وطن، برای بازسازی ولایت هرات، برای کارهای عمرانی ولایت هرات از هیچ کوششی دریغ نکردند
من از خدمات شایان و شایسته جلالت مآب دکتر داود شاه صبا هم در اینجا یادآوری بکنم و به نمایندگی از شما مردم تشکر و قدردانی بکنم. مجلس امروز ما به خاطر تأخیری که در پرواز طیاره برای تشریف آوری جلالت مآب والی صاحب جدید صورت گرفت، مجلس بسیار مختصر و کوتاه است و من در اینجا صحبت‌های خود پایان میدم. به جلالت مآب والی صاحب وحیدی تبریک میگم این مسئولیت و این وعده رو میسپارم که همانطور که تیم کاری اداره ولایت هرات و مجموعه واحدهای عمومی وزارتخانه‌ها در سطح ولایت هرات و اهم از همکاران ما در بخش‌های نظامی ولایت هرات با شما کاملا همکار و به عنوان بازوهای توانمند شما در پیشبرد امور محوله شما با شما پیمان می‌بندند که از هیچ گونه تلاش و سعی و همکاری با شما در امر و پیشبرد امور محوله ولایت بزرگ هرات دریغ نخواهند کرد و این وعده را همینجا به شما میسپارند. من صحبت‌های خود همینجا پایان میدم. از جلالت مآب محترم معین صاحب مالی و اداری اداره مستقل ارگان‌های محل تقاضا میکنم که فرمان جلالت مآب محترم حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان مبنی بر تقرر والی صاحب جدید به خدمت شما قرائت بکنند و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والی صاحب هرات، معاون صاحب محترم ولایت هرات، شاروال صاحب رئیس شورای ولایتی هرات، رئیس به امنیت و قماندان صاحب امنیه هرات، وکلای محترم هرات در ولسوالی دیگه، وکلای شورای ولایتی هرات، مسئول سفیدان، بزرگان، جوانان، خانم ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولتر از همه ما خدمت همه شما سلام های گرم جلالت مآب رئیس جمهور، معاونین محترمشان و رئیس به ارگانهای محلی فرایس به خدمتتان تقدیم میکنم و خود فرایس علاقمند بودن که بیایه، اما با یک مشکلات هایی که ما داشتیم و رئیس با خود جلالت مآب رئیس جمهور امروز بالای بعض موضوعات ملاقات خاص داشتن، به او خاطر نتونست بیایه و اگر نه خودشان می آمد و معرفی والی صاحب خدمت مردم می آمدن. باز مرا توصیف کرد که بیایم و سلام های گرمشان به شما برسانم. اول به من فرصت بتین من حکم قرائت کنم و بعد دو سه کلمه دارم خدمتتان عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس پیشنهاد شماره 2969 و حکم شماره 2311 ریاست جمهوری، توظیف محترم سید فضل الله وحیدی در بست مافوق رتبه به حیث والی ولایت هرات به عوض محترم داود شاه صبا طبق متن پیشنهاد منظور است. بورد خاص مشورتی رئیس جمهور در تعیینات پست های عالی رتبه موظف است تقرر در بست متذکره را طی مدت 3 ماه از طریق خویش طی مراحل و نهایی سازد. با احترام، حامد کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان. اولی که من این پست به جناب والی صاحب و جناب وحیدی صاحب تبریک میگم و برشان آرزوی موفقیت میکنم و من میخوایم چند کلمه درباره وحیدی صاحب صحبت کنم. وحیدی صاحب حدود 6 سال میشه که به حیث والی ما در ولایت کنر ایفای وظیفه میکنه و یکی از شخصیت های ملی ما هست و از دوران بسیار طولانی در جهاد و جهاد مردم برحق افغانستان اینا شرکت داشتن و از مجاهدین هست و تمام خصوصیت های جامعه افغانی را میدانند و پیش از اینکه والی باشند در پست های متعدد در بخش های مؤسسات بین المللی و در جای بلندتر کار کردند و از تجربه و دانش و فهم بلند برخوردار هستند. طبیعی بود که هرات یک ولایت بزرگ باستانی یک خیلی سخت است که آدم با کی را باید انتخاب بکنه. کسی باشه که تمام، چون هرات نمونه یکی از ولایت‌های ماست که در حال پیشرفت است، در حال رشد است. باید کسی باشه که بتونه مدیریت بکنه و ببره به پیش و همونطور که نمونه هست نمونه‌تر و الگوتر بانه.
به این خاطر انتخاب به اداره مستقل ارگان‌های خیلی دشوار بود و مشکلاتی را که ما در هرات در اواخر داشتیم و چطور با او فائق بیاییم باید یک راه حل معقول را پیدا میکردیم و اساس با مشوره‌های طولانی که داشتیم در اداره با این توافق رسیدیم که وایدی صاحب گزینه مناسب در این مقطع زمانی برای ولایت هرات است که بر او اساس ما پیشنهاد کردیم وایدی صاحب اداره مستقل ارگان‌های محلی و رئیس صاحب هم منظور کردن و اعتماد کردن و من متیقن هستم که با همکاری شما با کمک شما و تجربه‌ای که وایدی صاحب از زون مشرقی دارن خصوصا از ولایت کنر من متیقن هستم این ولایت را به پیش میبرن و بسیار با خوبی به طرف ترقی و سعادت. ما اما یک مرحله که هست او را کنار بگذاریم و شاهد پیشرفت ولایت باشیم و هرات یکی از ولایت‌های ماست که پتانسیل کلان برای رشد داره، برای رشد اقتصادی داره، رشد محلی داره و فرهنگ عالی را داره و بین دو سنت و مدرنیته است و یک نسل جوان بسیار بالنده و توانمند داره و مجاهدین بسیار با افتخار داره، جامعه مدنی توانمندتر داره. در اون صورت وایدی صاحب گزینه مناسب برای ولایت است و خواهش ما هم از شما مردم و از تمام همکارای حکومتی ما و از عالی مردم هرات این است که با جناب والی صاحب همکار باشین. تا با هم همکار نباشین کار کلان و بزرگتر صورت گرفته نمیتونه، چون ما بعد از سرنگونی رژیم طالبان شاهد یک حکومت نو بودیم، یک نو حکومتداری نو که اساس از او مشروعیتش بر اساس رأی مردم آمده. این نظامی که به وجود آمده بر اساس رأی شما آمده. حکومتداری شیوهش بعد از سرنگونی طالبان یعنی 12 سال پیش و تصویب قانون اساسی جدید افغانستان کاملا مسیر دیگه ای را گرفته. ما حاکم دیگه نمیتونیم بگویم که مثلا نمونه خیلی سادهش ولسوالای ما نمیتونه به مردم مثل دیکتاتورانه عمل بکنه. ولسوالای ما کلش از بستای سیاسی به بستای کارمندای خدمات ملکی آمده. اینا باید خادم ملت باشه و همونطور شاروالای ما باید محضر خدمت باشه، یعنی به مردم بتونه خدمت خوب عرضه بکنه و در کل حاکمیت محلی، حکومت محلی توسط شورای ولایتی که نماینده های شماست برای ملت، برای مردم پاسخگو هست و همونطور که حکومت مرکزی به نماینده های شما وکلا هست در پارلمان پاسخگو هستید. یعنی کسایی که امروز در حاکمیت هست بچه های خود شما هست، کسی دیگه ای نیست، بر اساس رأی شما آمده است. بر او اساس حکومتداری تغییر خورده، به ما از یک حکومتداری بسته و یک حکومتداری باز آمده هستیم که در اوجا حاکم مردم مسئولین بر شهروندای مردم، بر شهروندای افغانستان پاسخگو و حسابدهی و جوابدهی است. ما خود به شما پاسخگو میدانیم و همونطور والی صاحب به شما پاسخگو و جوابده است و خواهش من این است که شما هم با والی صاحب همکار باشید. من متیقن هستم که همکار خواهیم بود و همکاری شما این ولایت به طرف پیش میبره و از پتانسیل هایی که داره، از توانمندی هایی که داره، از استعدادهایی که داره میتونه استفاده معقول شود. یک بار دیگه من به والی صاحب این پست تبریکی میتونم برشان تبریک میتونم و برشان موفقیت میخوایم و ضمناً دو موضوع کوتاه هم که دارم که درباره کل پالیسی اداره محلی ارگان‌های محلی است. طوری که شما هم از رسانه‌ها خبر شدین، ما 2 هفته پیش کنفرانس ملی والی ها را داشتیم. در اون کنفرانس بحث اساسی ما پیش از اینکه کنفرانس بگیریم، من خودم شخصا یک بار به هرات هم آمدیم، به ولایت‌های متعدد دیگه هم سفر کردیم که ما یک بازنگری داشتیم از پروسه انتقال و ضمناً در پالوی پروسه انتقال میخواستیم ببینیم که مشکلات اساسی ما در محلات چی هست، سد و موانع راه حکومتداری چی هست، چون ما نمیتونیم بعد از 30 سال جنگ یکدم تمام تحولات و تغییرات به وجود بیاریم. او وقت میخواه و امو پروسه مردم سالاری یا پاسخگو بودن حاکما به مردم، نادیده شدن دموکراسی و فرهنگ نو پاسخدهی وقت و زمان خود میگیره. در او
در روشنایی با او سفرهایی که ما به ولایت داشتیم، چالش‌های حکومتداری را در محلات دیدیم. یکی از چالش‌های بزرگ و کلان ما صلاحیت کمتر ادارات محلی است. یعنی تا هنوزم صلاحیت‌های بیشتر به ادارات محلی تفویض نشده. با وجودی که ما پالیسی ادارات محلی را ساختیم، هنوزم تلاش داریم در حکومت مرکزی و جناب رئیس جمهور و فرایس و اداره ما، تلاش ما می است که بتانیم وقتی که ما به مسئولیت به والی میتیم، باید در پالوی مسئولیت صلاحیت‌های وظیفوی هم داشته باشد که این صلاحیت‌های وظیفوی به این معنا نیست که اینا صلاحیت‌های عام تام داره. صلاحیت داره از کارکردهای از اینا اداره به نام اداره شورای محلی داریم، اونا نظارت میکنن. کنفرانسی که ما داشتیم و تمام موضوعات بحث شد. ما به یک سلسله، خب شما میفهمین وقت ما کمتر هم داریم، نمیتونیم در مدت زمان رفرم‌های بسیار کلان و اساسی را بیاریم، اما بتونیم موانع بزرگی که در راه حکومتداری حل بکنیم. با یک سلسله توافق‌ها رسیدیم که در قالب یک فرمان انشاءالله از طریق رئیس جمهور امضا میشه که با او جناب والی صاحب هم بودن و دکتر صاحب صبا والی اسبق هرات هم حضور داشتن. بحث‌های طولانی 3 روزه وجود ما داشتیم و یک سلسله مشکلات‌های اساسی ادارات محلی تونستیم جواب ارائه بکنیم که در دراز مدت ما بتونیم شاهد ثبات و آرامی شویم. این یک مسئله بود من خدمتتان عرض کردم. کار دوم که ما انجام دادیم و در حال تطبیق شدن است، ما حدود 373 ولسوالی دائمی و موقت داریم که اینا چون همه پست‌های سیاسی بوده و 34 معاون ولایت هم ما بحث سیاسی داشتیم. شما زمان از یک نظامی که مردمی نیست، بیشتر یک نظامی که به مردم جوابدهی نیست، بسته هست، از او عبور میکنین به یک نظامی که رأیش مشروعیتش از مردم میگیره، باید پست‌های سیاسی شما کمتر شده بوده. این یک اداره سالم و یک اداره محلی یا یک بوروکراسی را باید شما به وجود بیاره، چون همیشه با انتخابات در هر 5 سال حاکمات تغییر میخوره، یعنی نظام مرکزی تغییر میخوره، وزرا والی ها میره. باید یک اداره وجود داشته باشه که امو حافظه را داشته باشه، یعنی نهاد وجود داشته باشه، اداره را به پیش ببره. به او خاطر تصمیم به این شده است که ثبات اداری به وجود بیاید، ما بتانیم ولسوالی ها را از پست‌های سیاسی و پست‌های غیر سیاسی تبدیل بکنیم که کارمندای خدمات ملکی شود. یعنی با تغییر افراد یا با رأی یک تیم میره یک جمع دیگه میایه یا میره حزب دیگه میره، ما شاهد تغییرات کلان در سطح محلات یا دفاتر نباشیم. اون بوروکراسی باید به وجود بیاد، یعنی ثبات اداری وجود داشته باشه، چون ثبات اداری تضمین ثبات سیاسی است. به اون لحاظ پست‌های ما را غیر سیاسی ساختیم. تا فعلا ما از 373 بست ما بیشتر از 190 بست ما را از طریق رقابت استخدام کردیم، تمام ولسوالای ما را، و یک هفته پیش هم 50 بست دیگه ما را در ولایت‌های ناامن هم از طریق رقابت ما پست‌ها را موفق شدیم که یک عده دوستا کامیاب شدن، تا حالا معرفی نکردیم، اونا رو ان شاء الله معرفی میکنیم. یعنی من به خاطر از این موضوع گفتم که این ثبات اداری را در دراز مدت به وجود میاره. در کوتاه مدت ما میشنم شکایت ها وجود داره، معمولا شکایت هست، یک کسی که نو ولسوال میشه، جوان هست، از طریق رقابت میایه، بعضی مشکلات خود داره، بعضیش توانمندی های خود داره، اما اون مشکلات کوتاه مدت است. ما باید اون مشکلات کوتاه مدت ببینیم تا یک ثبات کلان اداری در دراز مدت به وجود بیاید. زمانی که یک مامور تضمین نداشت و این نفهمه که چند روز در اداره کار میکنه، طبیعی است که او همیشه یک نوع دلهره است یا مذبذب میباشه که امروز هستیم یا فردا نیستیم. با اون خاطر ما این کارا رو کردیم که ثبات اداری به وجود بیاید. این کارکردهای ما بود و همیشه ما کنفرانس های انکشافی رو در محلات میگیریم. دیروز هم کنفرانس انکشافی سمنگان داشتیم و از او پیش فراه، دایکندی اینا را داشتیم. در کل اداره ارگان‌های محلی تمام تلاشی است که بتونه بهترین خدمت به مردم و به شهروندان افغانستان عرضه بکنه. یا به آخر ما پیش از اینکه موضوع دیگر اشاره کنم، موضوع شاروالی ها است. شاروالی ها تصدی است و اینا بتونن خوبترین خدمت برای مردم بکنه، چون عواید از مردم جمع میکنه و پس توانایی مصرف هم عواید به مردم داره
و خواهش ما از شاروالای ما این است که در خدمت مردم باشن و بتانن بیشترین خدمت به مردم انجام بدن، چون شاروالی یکی از نهادهایی است که عرضه خدمات میکنه به مردم. اگر ما بتانیم بیشتر خدمت به مردم عرضه بکنیم، بیشتر سهولت‌های شهری را به وجود بیاریم و فرهنگ شهرنشینی را ترویج بکنیم، طبیعی است که مردم و شهروندا از حکومت هم رضایت بیشتر می داشته باشه و او یکی از جایی است که کارهای بزرگ ما میتونیم انجام بدیم و از وابستگی اقتصادی کمی راهی پیدا بکنیم. هرات یکی از شهرهایی است که توانایی کلان داره و سرچشمه‌های عایداتی بسیار بالایی داره. ما اگر بتونیم درست جمع‌آوری کنیم عواید هرات، میتونیم هرات مثل یک شهر زیبا و خوبتر بسازیم. هرات او پتانسیل داره. یه با آخر ما است که جا داره ما از دکتر صبا هم تشکری بکنیم که یک مدت همکار خوب ما بود، 3 سال در خدمت هرات بود. طبیعی است چالش‌ها و جنجال‌های خود همیشه هر کسی باشه در یک اداره وجود می داشته باشه و از اونا ما تشکری میکنیم. در خدمت مردم بودن 3 سال و کارهای خوبی هم انجام داده، ما شاهد از او بودیم و بر از اونا هم به وظایفی که میگیرن با اونا هم آرزوی موفقیت میکنیم و خواهش دیگه ما است که شما هم با والی صاحب همکار باشین و مطمئن هستم که والی صاحب هم در خدمت شما می باشه. تشکر و جهان سپاس. جهان سپاس از صحبت‌های همه جانبه معاون مقام ولایت و دانشمند محترم معین صاحب اداره مستقل ارگان‌های محلی که با صحبت‌های زیبایشان استقامت دهی داشتند برای اداره محلی هرات و تشریحات داشتند در قسمت پالیسی اداره مستقل ارگان‌های محل در آینده. و همکنون میشنویم صحبت‌های راهنمودی و مدبرانه جادما محترم سید فضل الله واحدی والی جدید ولایت هرات را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عالی قدر محترم معین صاحب ارگانای محل که بر علاوه یک شخصیت جهادی و از یک فامیل جهادی است، معاون صاحب ولایت و رئیس صاحبای محترم، قماندان صاحب امنیه، رئیس صاحب امنیت ملی، قاضی صاحبا، سارنوال صاحبا، پولسوال صاحبا، رئیس صاحبای ادارات، وکلای محترم در پارلمان، رئیس صاحب شورای ولایتی و تمام اقوام مستفیده، مجاهدین و قماندانان اسباق رای حق و آزادی، برادرای عزیز فرهنگیان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست خوش هستم که در یک ولایتی که در افغانستان شهرت خود با اوج رسانده، چی از نظر صداقت ایمانداری، چی از نظر فرهنگ و چی از نظر دموکراسی و جامعه مدنی، کار کردن در این طور جوامع بسیار ساده است. خواهران و برادران عزیز، شما شنیدین ما تقریبا اضافه 35 سال میشه که در خدمت جهاد و بعداً به دولت آمدیم و هدف ما فقط خدمت به مردم افغانستان است، بدون کدام گپ و سخن. ما در کارکرد خود که در ولایت کنر 3 بار تبدیل شدیم و مردم کنر مرا نمانده پیش رئیس جمهور رفته، علتش بود که همکارای خوب و مردم خوب داشتیم که او مردم دارای یک اتفاق و اتحاد قومی بودند و امو قوانین قومی که سابق مروج بود حکم فرماست در اونجا. او یک کار بسیار خوب است. امروز افغانستان نیاز داره که
جواب بعض سوالات جامعه جهانی و مردمی که در ظاهراً به نفع افغانستان و در باطن به اهداف خود کار میکنند به او جواب بگویم. مثلا از نظر ما چطور یک مملکت اسلامی خواهد بود که در فساد اول باشد؟ این دیگه یا در مسلمانی ما ضعف است و یا مردم دروغ میگن. چه قسم یک مملکت اسلامی خواهد بود که در تاریاک کشتکار تاریاک درجه اول باشد؟ یا در اسلام ضعف است و یا یکی مردم دروغ میگن. بیایی که یک حسابدهی داشته باشه، سیستم حسابدهی را مروج کنه، مثل که دونر پیسه میده و او باید حسابده باشه با کسایی که پیسه زور میگیره، تکس ماشش میگیره. و ما حسابده باشیم به ملت افغانستان، حسابده باشیم به دهقان افغانستان، حسابده باشیم به اداره خوب و به اداره خود. هر والی مکلف است به اداره ارگانهای محل حسابدهی داشته باشد که انشاءالله این ارزیابی را اینا میکنن و نظر به مو ارزیابی تغییر و تبدیل شما میبینید. این تنها در ولایت هرات نیست که مردم یک مسئله این و آن بگوید. خب در یک خانم یک گپ میآید، ما خبر دارم این گپا را، این چیزا بسیار مهم نیست. شما باور کنید ما در یک ولایتی بودیم که هیچ روز نشده که صدای فایر توپخانه‌ای دشمن و همسایه نزدیک نشنیده باشم. هیچ روز نشد، هیچ روز در 3 سال. خب ولی وحدت است، اتفاق است، اتحاد است، مردم پشت ارگانهای امنیتی خود استاد است. اگر ما شما خارجی را نمیخواهیم و ارگانهای امنیتی خودم تقویه نکنیم، خیلی چی میکنیم؟ چاره چیست؟ خب یک طرف خب باید بریم دیگه. خب در اون طرف نمیریم، در این طرف. ما یک هماهنگی بسیار قوی در اونجا بین ارگانهای امنیتی داشتیم و هماهنگی بسیار قوی بین ادارات ملکی خود داشتیم. ما در کارکرد خود بسیار سخت همکار ارگانهای عدلی و قضایی هستیم، بسیار سخت، با حفظ استقلالیتشان همکار هستیم. به خاطر چی که برادر ما با می یک قلم پلاستیکی آمدیم و با می یک قلم میرم، مگه یک روز باشم یا 100 روز یا 1 سال یا 10 سال. تکبیر. با می یک قلم میرم. مگه شما دیدین که از یک قلم اضافه بود پیش ما مجرم. اما از شما هم کار میخوایم. ما تجربه که دارم، بهترین گپ اینمی است که ما اول به خدای خود عقیده کنیم و باز به مردم خود، که مردم با خود داشته باشیم. دروازه ولایت شب و روز برای مردم باز است، هیچ نوع ممانعت نیست. غیر از این انشاءالله از ما نمیشنوید. همیشه هم رایتان هستم، آدم ترس و خوف و بیمم نیستم. هیچ نوع تشویش نداشته باشین که شما پیش ما بیاین یا گپ بگوین و فکر کنین که این گپ خوش نخورد. نه 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 نه، شما حق دارین که بگوین و هر چیز که بگوین. باز در پالوی می جهاد، چون که در وقت هجرت و جهاد برای مردم یک ذره تعلیم یافته و تحصیل یافته چانسای دفتری پیدا شد دیگه. وقتی که مؤسسات جامعه مدنی و در افغانستان پیدا شد، ما یکی از بنیانگذار مؤسسات خیریه هستم، کسایی که مرا میشناسند. شما بعضی گپای را میشنویم که حرکات مدنی، اصلا مدینه شهر میگن، یه از مدینه گرفته شده. خود دیگه تو خوب حرکت مدنی را تا حرکت فشاری و تا حرکت غیر قانونی و ایره خو فرق بود دیگه. ما انشاءالله با جوانا در این مورد میشینم، ما در این سابقه دارم، کار میکنم که حرکت مدنی چی را میگه، جامعه مدنی چی را میگه. ما شنیدیم بسیار حرکات از اون حرکت مدنی گفته نمیشه.
اما بعضی حرکت مدنی برای اصلاح دولت پالوی دولت با اعتراضات قانونی با بلند کردن صدای خود و جامعه مدنی چی با حفظ حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق کار برای خانم ها، حقوق اطفال، تمام چیزا باید در نظر گرفته شد. این یک بخش دیگه است که سر از این کار میکنیم انشاءالله. شما اگر موقعیت جغرافیایی ولایت کنر را ببینین، بسیار یک موقعیت خراب است، یک جای بسیار مقبول، سبز او کو، تا به میال هم در ولایت کنر در بعض جایش برف است. اما از نظر جنگ و جنگی بسیار خطرناک است، چرا که درس و درا یک قسم چقوری و دشمن هم در بالا و همسایه هم در 6 کیلومتری و همسایه که همیشه در تخریب افغانستان دست داشته، نه در تعمیر افغانستان. مثل که همکار با ارگانهای عدلی و قضایی در از بین بردن فساد هستم، اینمی قسم مخالف سرسخت همسایه مداخله گر هستم. هر کس که باشه، از هر جامعه که باشه، مسلمان باشه کافر باشه، عرب باشه عجم باشه، هر کس که باشه که در خاک و وطن ما مداخله میکنه، مخالف سرسختش است، با مبارزه میکنه تا پای جان. و همچنان با از بین بردن تریاک، کشت و قاچاق تریاک، با پلیس همکار هستم، هر نوع همکاری که میخواد، تا که این چیزای بدنام از این وطن خود دور کنیم. برادرها، ما شاهد او وقت هستم که در سرکای هرات شهید افتاده بود. ما شاهد از او جای هستم، نمیفهم مال آسیا نیست که شهیدای گمنام پیش خواجه عبدالله انصار ما زیارت آمده بودم یک چند سال پیش. این کل گپا را دیدیم. شما مردم هرات مردم شجاع، مردم با غیرت، مهمان نواز، مردم وطن دوست، ولی تعجب میکنم دمی اواخر خبر میشم بسیار گپا، ولا آزرده میشم، خفه میشم. چرا مردم با پیش میره و ما با عقب میاییم؟ ما اینجا یک چیزی اقوام از جای ما اینجا یک وقت آمده بودن و دمی مناطق هستن، انشالله به مرور زمان پیدا خواهد شدن که در اونجا زندگی ما مردم دیگه چیز نداره، اتفاق داره. من نمیفهم که به اتفاقی چرا وقتی که یک مسئله مادی در میان نباشه به اتفاقی نمیاد، نه بین بیادر میاد، نه بین قوم میاد، نه بین دیگه میاد. وقتی که به اتفاقی آمد بفهم که در اینجا یک چیزی هست، مطالعهش کو. تا وقتی که جور بودی خیریت بود، حالا که ناجور شدی گپای خوب میگی. نه، او وقت که جور بودی خوش بودی، او وقت هم خدا را در نظر بگی، بگو که ما یک روز در یک جای دیگه حساب میتم، ما باید او حساب برش خود تیار کنم. ورونو زه پوهیږم چې تاسو کې ډېر خلک په پښتو خبرې کوي، کېدای شي زما په خبرو چې په دري کې مې وویل پوه نه شي. زه یو شی تاسو ته وایم چې نیشه د استبداد لري په سر کې، ماته یو دی که مغول وي که افغان. اس خبره د دې به نه وي چې تو کی هستی، بچی کی هستی، قوم چی هستی، ته څوک یې او ته کوم خیل او ته کوم خیل. ما که هزار خیل مسلمانیم، بس مجاهدیم، بس صداقت کار ماست، حقوق شناختن حقوق مردم وظیفه ماست، احترام به اداره وظیفه ماست، احترام به علما. هیچ وقت هیچ کاری را بدون مشوره علمای دین نمیکنم. با صدای بلند براتان میگم که هیچ وقت هیچ کاری را بدون مشوره علما، بدون مشوره قماندانه های محترم قبلی و ناو، هر کس که است در اینجا همراه ما، کسی که مرده او را خدا ببخشه،
آثارش است، فامیلش است، ما پیدا میکنم، کتشان تماس میگیرم، مسابقه را میشناختم، نمیفهم کی است کی نیست. و ما امی کسایی که در کو فیر میکنم ما او را طالب نمیگم، او را ما آدم کش میگم، جانی میگم، تروریست میگم. طالب کسی است طلب العلم، کسی که پشت طلب علم میره او را طالب میگه. وقتی که آدم کشت او را دیگه از طالب بکش، او را جانی بگو، او را تروریست بگو. او که کتاب خدا را مان و تفنگ گرفت و مردم در بازار کشت. این چه قسم علم است برادر که تو در مسجد هم میکشی، در شفاخانه هم میکشی، در سرک هم میکشی، پولیس هم میکشی، اردوی ملی هم میکشی. خیلی این چه قسم علم است؟ این در کدام دین است؟ این غیری که در دین همسایه کدام جای که باشه در دین ما خو من نشونیدم. من میگم تکبیر. نه خواندیم نه شنیدیم. خب برادرای محترم، آمدیم در رابطه با آینده، چون که گرمی هم از شما بسیار زیاد انتظار کشیدین و انشالله در فارسی میگه که یار زنده صحبت باقی. ما شما گامیجا بودیم، انشالله گپای خدا با هم داریم و هدف ما، یگانه هدف ما خدمت به شما مردم است. و ارگانای محل ما تشکر میکنم که ارگانای محل اینطور یک ولایت بزرگه که افتخار افغانستان است، ایره با ما پرزو کردن. ولی باور کنین ایره ما از برکت ولایت کنر میدانم. ما 14 ولسوالی داشتیم غیر یک ولسوالی دیگه کلش سرکش قیر است، مکتبش کلش فعال است، تمام تعمیرات ولسوالی جور شده، ولسوالای ما کلش موتر داره، هیچ نوع مشکل در ولسوالی ها نیست، جنریتور، برق، تعمیر کل چیزی جور است. دیگه ارگانای محل خمره به این عنوان روان کردن که تو برو سفید شدی یک چند وقت استراحت کو، پیش مردمی برو که فرهنگ و علم و دانش در اوجاست. مگر متاسفانه که پسان کم گپار شنیدم. وقتی که ما از کنر می آمدم با مردم کنر بسیار ما را عاجل خواستن و ما دیر و 7 بجه از کنر حرکت کردیم دمی سرک. یعنی امروز اینجا خوب بود در تایر آمدیم، اونجا در موتر. شما باور کنین که ما مردم کنر را صوبکی شود کل شورا را خواستم برای صوبکی خدافیزی که 15 کم 4 در اونجا نماز خوانده میشه. نماز خواندیم و 5:30 بجه چای تیار کرده بودیم، امرشان خدافیزی کردم و یگانه گپی که ما به اونا گفتم فقط برای ما بخشش کنه. چرا 6 سال بسیار عمر است، ما اونجا 6 سال تیر کردیم. درختایی که خشنده بودم، ما به زراعت بسیار شوق دارم، مالداری و زراعت. درختایی را که اونجا ما شنده بودم میوهش خود ما میخوردم، میمان ما میخورد. سال اول که رفته بودم نیالشانی که کرده بودم آل میوهش خود ما میخوردم. دیگه انشالله که میتونی یک سفر و یک آمدن و یک مقرری ثمربار باشه. ما از ارگانای محل بسیار تشکر میکنم و انشالله وعده میتونم با جناب معین صاحب که اگر 1 روپیه هراته، 1 روپیه ما از هرات ببرم، خدا در کفن اولادم او استعمال کنم. 1 روپیه این کار هیچ وقت در زندگی نکردیم و نمیکنم. این به شما تعهد است. به خاطر چی؟ ما یک مجبوریت هم دارم. ما سید هستم اولاد رسول و برای ما این گپا بسیار عار است، بسیار شرم است، بسیار خجالت است. ما سیدا که مردم دیگه احترام ما را میکنه، ما باید همو جاگاه را در خود داشته باشیم. ولی و شیطانت میکنه او آقا نیست. و آقا صاحبی که مردم به جنگ میپرته نیست، او که وطن تخریب میکنه او نیست، او که غیبت مردم میکنه او نیست. در 100 سال اگر شما از طرف ما غیبت کسی شنیدین، بیای بگوین که تو هم از صف آقا برآمدی، صفا پیش روی. اینطور گپ چیز نباشه. یعنی ما انشالله نیت ما فقط خدمت به شماست و از نظر معلومات شما فکر کنین ما بسیار معلومات دارم، بسیار زیاد مطالعه کردیم، افغانستان خوب میشناسم، مردم افغانستان میشناسم. دیگه برای ما اینطور بعضی در دوایر یگان
کسای می باشه بسیار بدم میاد که در مجلس کس بیاد در گوشت گپ بزنه، هیچ وقتی کار نکنه. تمام مجلس مشکوک میشه، تمام مجلس. این گپ ضرور نیست. و همکارای خودم میگم که برای ما هیچ وقت گپ منفی را نبیار. چرا؟ میگه با هر رنگی که خواهی جامه بپوش، من از طرز خرامت میشناسم. برای ما این گپای لباسی و این طرو طرف این ارزش نداره. ما کل پرسونل خودم مطالعه کردیم، امیال ما نامدیم و ما میفهمم که کی است و کی چی است. بیرق هرات میخوایم که بالا نگاه کنیم و همراه ما شما همراه باشین. و در اسلام بیرق بالا نگاه کردن چی است؟ اول به اصول دینداری پابندی به اصول دینداری. دوم خدمت به خلق الله. سوم اصلاح خود. و در آخر چون وقت کم است دیگه دوستان شاید چیز بگوین، ما یک چیز میگم که دکتر صاحب صبا در جمله ولی صاحبایی بود که همراه ما یک جای کار میکردیم، آدم خوب است و ما شنیدیم بعض گپا را. به حیث یک مسلمان از شما یک خواهش میکنم که در دل امرایش خفگان نگاه نکنین، ببخشین همی چیزها را هر چی که شده عفو کنین و اگر او کده باید عفو بخواه. این در اسلام بسیار یک مقام بلند است و اگر ما از طریق اسلام مسلمانیت خود صداقت و ایمانداری پیش نریم، تاریخ ما خراب است و ما به او تاریخ کار میکنیم که ما از خالق تعالی توقع داریم که روز شوا که عمل نامه را در دست راست بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استفاده نمودیم از صحبت‌ها و راهنمودی‌های مدبرانه جناب محترم وحیدی صاحب والی ولایت هرات. می‌خوایم از کسی دعوت کنیم که هم جوان است و هم مبارز و هم متعهد. او کسی نیست جز رئیس با عزت شورای ولایتی ولایت هرات، برادر ما سید عبدالوحید قطالی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. صدق الله العظیم. حضار گرامی، مردم هرات سلام. کسب اجازه میکنم از محضر جلال مآب معین صاحب مالی و اداره مستقل ارگانهای محل، جلال مآب محترم والی صاحب ولایت هرات وحیدی صاحب، معاون دلسوز مقام ولایت جناب جامی صاحب، شاروال محبوب هرات، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و شورای ملی، مسئولین نهادهای امنیتی، علما، روحانیون و مجاهدین با عزت و پر افتخار ولایت هرات. چون من خود از آدرس شما اعضای جامعه نهادهای مدنی میدانم، شما را میخوایم در پایان کسب اجازه از خدمت شما و خبرنگارای عزیز داشته باشم. نظر به ضیقی وقت، من ابتدا در آغاز سخن سپاسگزاری میکنم از زحمات جوان آکادمیک دکتر صاحب داودشاه صبا والی اسبق هرات و تیم کاریشان و تبریک عرض میکنم تقرر جلال مآب محترم وحیدی صاحب به عنوان والی هرات. سپاسگزارم از حسن نیت ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و همچنین اداره مستقل ارگانهای محل و حسن نیتشان نسبت به وحیدی صاحب. جلال مآب والی صاحب جدید ولایت هرات دستاوردهای 12 ساله بزرگی با خود حمل میکنه که ضرورت به حفظ و توسعه داره. هرات ولایتی است که یکی از ولسوالی‌هایش
5000 سال قدامت تاریخی و تمدن داره و از این ناحیه ضمن حرمت به همه ولایت افغانستان ما جایگاه ویژه تری بنابر رسالت تاریخی نسبت به این ولایت داریم. هرات متعلق به کل مردم افغانستان و لازم به حفظ از سوی همه مردم افغانستان. مراحل مقطعی و کوچک تاریخی همچون سختی ها و دشواری های امروز میگذره. گام های بزرگی میطلبه که مسئولین شامل در اون مقطع بردارن. ما میخوایم که به نمایندگی از مردم این ولایت ضمن سپاسگزاری از اداره محلی هرات به شما این را عنوان کنم که شما یک اداره بسیار عالی با کادر متخصص داره، رؤسای عالم و متخصص داره و هنر یک مسئول استفاده مؤثر از منابع محلی، نیروهای انسانی و فرصتهای دست داشته است. این سنگ و گرانی سنگ هرات و بزرگی سنگ هرات به برداشتن شخص ممکن نیست. من خواهش دارم که از همه نیروهای ممکن در این ولایت استفاده موثر صورت بگیره. خوشحالم که شما از همه علما طلب مشورت کردیم و بدون مشوری از اونا کار نمی کنیم و همچنین مجاهدین هرات. امیدوارم که هراتی که در رشد نهادهای مدنی بی‌نظیر هست مشوره نهادهای مدنی را هم با خود داشته باشه. این که نظارت و مشوره وکلای مردم در شورای ملی و شورای ولایتی در کنار شما هست، میخوایم به نمایندگی از هر دو قشر اطمینان برای شما بدم که ضمن حمایت از همه برنامه هایی که شما پشت این تریبون عرض کردین، مشوره ما در کنار فعالیت های شما خواهد بود و از همه دستاوردهای شما و اداره شما حمایت و حراست میکنیم. جلال ما والی صاحب، حاکمیت مطابق به قانون اساسی کشور از آن مردم هست. گله های را مردم هرات از مجموع گردانندگان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان دارند که چنانچه شما گفتیم یار زنده و صحبت باقی، از حوصله بحث خارج خواهد بود. من بدون اینکه ارتباط به شخص بدم، وضعیت کنونی هرات که به تدریج به وجود آمده و در پیوند با باقی اتفاقات افغانستان هست، میخوایم دوباره به شما بگم که هرات در بحران به سر میبره. بحران هرات تنها ناامنی نیست، مردم هرات در بیکاری و فقر به سر میبرند. اما شاید در دیگر نقاط افغانستان دور از انتظار نباشه، ولی در هرات پیشگام و قطب اقتصاد افغانستان شرم است که مردم از او در بیکاری به سر ببرند. هرات با 10,000 تاجر و سرمایه گذار مایه تأسف است که چرخ صنعتی از او خفته باشه. من نمیخوایم چشم‌پوشی بکنم از همه زحماتی که تابعی حال کشیده شده در این ولایت، اما یک مدیریت ویژه‌ای به کار داره. نقطه شروع ناامنی ها از بیکاری شکل میگیره. اداره‌ای که شما در کنار خود داریم تمام آمار و ارقام و راهکارهای لازم را به شما خواهد داد که امیدوارم از مشوره از اونا کار بگیریم. مردم هرات امروز زیر سقف از شما استقبال می‌کردند. از همه والی هایی که می آیند زیر این سقف ها حمایت میکنند و با آغوش گرم از اونها استقبال میکنند. امیدوارم که دوباره این مردم به اصطلاح خود این هراتی ها به روی خود نخورند. ما به دلیل از این که دوستای دیگه هم قصد صحبت دارند، یک بار دیگر حضور شما را به ولایت خود شما خیر مقدم عرض میکنم. یک شرط میگذارم در پایان، چون یک رسالت دارم به نمایندگی از مردم هرات.
با شما هستیم تا زمانی که با مردم این ولایت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله. جهان سپاس از رئیس محترم شورای ولایتی با صحبت‌های زیبایشان و همکنون از برادر مجاهد قاضی نظیر احمد حنفی وکیل منتخب مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان خواهش میکنیم که به طور مختصر صحبت‌های خویش را ارائه بدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. همتای عزیز در ولسی جرگه، معاون ارگانهای محل جناب شهید زاده که پدرشان همسنفی ما بودن شهید شدن، جناب معاون سیب جوالی سیب جدید هرات و معاونشان و جناب شاروال سیب اعضای شورای ولایتی، جنرال صاحب ها، حضرات علما، رؤسای ادارات، همه عزیزان که اینجا حضور دارین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 4 تا گپ دارم. یک، جناب والی سیب هرات به سنه 32 شرفیابی امت اسلامی را درک میکنه و در قرن دوم اسلام شخصیت های بزرگ اسلامی در تاریخ امت اسلامی دارد. عبیدالله ابن سلام، عبید پسر سلام هیروی که شاگرد دومی حضرت امام ابو حنیفه هست، استاد امام شافعی و احمد ابن حنبل است. کتبش در جهان اسلام امروزی من حیث کتب طراز اول به حساب می آید. با واقعیت وقتی کتاب و کتب شخصیت را می خوانین، ما را مستغنی از یک علم می کنه، چجا از یک کتاب، دو کتاب، چند کتاب. 2، این شخصیت تنهانه کتاب های خواجه انصار امروز به عنوان مأخذ کتب تألیفی در ممالک عربی است. حضرت امام فخر رازی با عنوان اولین مفسر مدافع از طرز و فکر امت اسلامی در جهان اسلام، در اقتصاد اسلام، در دفاع از اسلام، در دعوت از اسلام، در روشنگیر از اسلام و در جواب از مکتب‌های الحادی و ضد اقتصادی دارد که افتخار امت اسلامی است. نام از این طریق بردن از بهار یک گل را نشان دادن به سنده است. 2، جناب والی سیب بزرگوار که قدم رنجه کردین و ما دوستان در افتخار قدم رنجه کردن شما و همکار شما هستیم. اینجا شما تعداد زیادی از حضرات مجاهدین میبینین که همه افغانستان جهاد کردن، همه شهید دادن، همه مقاومت کردن، اما سنگر زندجان برادرها والی مجاهد است. تکبیر جهادی تو نیست، تکبیر جهادی تو نیست. تکبیر. 10 ماه جناب والی سیب که ما تنها 400 تا پا گذاشتیم، 400 پا در سنگرهای اولی گذاشتیم. تعداد شهدا را خدای منان میداند. موشک های اسکارت که 3 کیلومتر 2 کیلومتر هنوز به محل هدف میمان، دیواره و خانه ها را طوفان هوای پیشروی منهدم میکرد. افتخار این مردم است. 24 هوت افتخار این مردم است. همه آنچه در این بود هم اشاره بیش ندارین. در بود تعلیم، در بود تعلیف، امیال بزرگترین مفسرین تاریخ معاصر افغانستان در این ولایت است که تفسیر فی ظلال ترجمه شده در 10,000 صفحه، انوار القرآن به این شکل، از من قریب هم 40 اثر بین امت اسلامی افغانستان و جهان اسلام توضیح شده. جز دیگری که در خدمت شما هستم است که این شر فریختگان عشق بر اساس تفکر و اندیشه هستند. کار را بر اساس اندیشه و فکر انجام میدن و میخواهند که از داشته ها و تجارب ایشان آنچه را که میخواهند بیشتر استفاده کنند که همه با هم
یک هدف را به پیش ببرین و آن ساختار نظام بر اساس اندیشه های سالم و بر اساس گفته‌ها و کردارهای سالم. آنچه را که از طرف نمایندگی از وکلا و ولیسه جرگه صحبت میکنم است که جناب والی صاحب ما به نمایندگی جناب بهادری صاحب در مجلس تشریف دارند. شکی نیست که بودجه را میخوانند، لیکن در بودجه صلاحیت ولیسه جرگه به مراتب از رئیس جمهور، از کابینه، از مشران جرگه یک گپ تمام تغییر و تحول و تقدیر و تغییر در صلاحیت ولیسه جرگه است که در این راستا من میخوام که در سال گذشته و در سالهای گذشته به مراتب تقاضا کردیم که متن بیشترین استفاده را شما بدیم که ما در اصلاحات او در تغییرات او بودجه بیاریم. به همه حال از حال که کار شروع شده، حسابات قطعی به ولیسه جرگه آمده، در این فصل باید تصویب شود و بعد از او در اولین فرصت بعدی بودجه می آید. نظارات مشورتی و تعیین کننده ابعاد مختلف اقتصادی را با دوستان و برادران خود همراه داشته باشیم. آنچه را که در اخیر می خواهم با شما دوستا و عزیزایی که در اینجا موسفید و پیر و جوان آمده اند، آنچه امروز به استقبال آمده اند، با عین محبت با استقبال همراه باشین. استقبال گرم در استقبال آینده، در استقبال جوانان، همه ما هم با استقبال شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از صحبت‌های قاضی صاحب حنفی کسب فیض نمودیم و به عنوان آخرین سخنران مجلس امروزی از برادر بزرگوار بهادری صاحب وکیل منتخب مردم هرات در شورای ملی خواهش میکنیم صحبت‌های خویش را به طور مختصر ارائه نمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. به اجازه برادر بزرگوار قاضی صاحب نظیر احمد حنفی، جناب معین صاحب اداری ارگان‌های محل، والی صاحب جدید ولایت هرات، معاون صاحب ولایت، رئیس شورای ولایتی، قماندان صاحب امنیه و قماندان صاحب های امنیتی دیگه ما، جناب شاروار صاحب اعضای شورای ولایتی، مستفیدان، بزرگواران و عزیزان، خواهران و برادرانی که حضور دارند. از همه اولتر خوشحالم که امروز باز هم در جمع بزرگواران فرصتی پیدا شد که 4 کلمه یا 4 کلام حرف داشته باشیم. تغییر و تبدیل در یک نظام یک اصل است. بر اساس اصل حکومت افغانستان یا ریاست جمهوری افغانستان جناب والی صاحب جدیدی که اعتماد کردند و به این ولایت فرستادند، امیدواریم که با اصل حکومتداری و اصل خدمتگزاری به مردم که خود اینا هم وعده دادند انشالله شاهدی باشیم. ما تشکر میکنیم از دوستا، از عزیزانی که قبلا بودند، چه به صفت والی، چه به صفت قماندان، چه به صفت اراکین بلندپایه حکومتی در ولایتی در اینجا کار کردند. از تک تک از زحمتکشای تک تک قدردانی میکنیم و همچنان هر کسی که برای جامعه ما مستر خدمت شده و شده باشد و از این بعد هم بشد به عنوان یک نام نیک و از او بر محافل و مجالس خود یاد خواهد کرد. جناب والی صاحب، چون وقت هوا گرم است و نفر آخر هستیم و تمام بزرگواران گپایی که لازم بودند گفتند، ما به عنوان نماینده مردم در ولیسه جرگه، همینطور که امروز مردم ما به استقبال شما آمده، استقبال به معنای خدمتگزاری است، استقبال به معنای خوش آمدگویی که به این سرزمین آمدین، و یا استقبال با آن معنای دیگه‌ای که آماده باشند و شما را تماشا کنند نیست. اینها امروز به استقبال آمدند و توقعی عزیر دارند، همینطور که جناب رئیس شورای ولایتی عنوان کردند که در 10 سال گذشته دستاوردهای زیادی در این شهر داشتیم. یعنی کسایی در اینجا زحمت کشیدند با پیروی زحمت کشی دوستان دیگه و عزیزان دیگه که در راستای خدمت برای جامعه داشتند. شما هم گام‌های مثبتی بردارین انشالله
و ما هم دوشادوش با شما خواهد بودیم. و اگر امروز مردم هرات در اینجا جمع شدند و به هر کدام اگر فرصتی بدین به پشت این میکروفون بیاید، طبعا حمایت خود از شما اعلان خواهد کرد. حمایت به خاطر کار، به خاطر تلاش، به خاطر امنیت، به خاطر شکوفایی شهر. ما وقت گرانبهاهای دوستا را نمیگیریم. بازم جناب والی صاحب، آشنایی که ما از جناب والی صاحب داریم برای شما عزیزان میگیم که انشالله اینها که در ولایت کنر بودند و گذشته بسیار روشنی دارند و داشتند و همه جمله شخصیت‌های فرهیخته فرهنگی و مجاهد افغانستان است. ما در بسیار محافل و مجالس، چی در محافل مجالسی که با اینها بودیم و چی در محافل مجالسی که با اینها نبودیم، اینها جمله شخصیت‌هایی است که هم قابل احترام و هم قابل ای بوده که خدمتگزار واقعی برای مردم خود در هر نقطه از افغانستان بوده. امروز جناب والی صاحب، هرات و کنر فرقی با هم ندارد. افغانستان خانه مشترک ماست. وقتی بحث خانه مشترک ما میشه، هر افغان در هر گوشه افغانستان که امروز خدمت میکند، واقعا ما هم برای از او افتخار میکنیم و هم در خدمت او صادقانه هستیم و از او حمایت میکنیم. و از تک تک عزیزانی که امروز در اینجا تشریف آوردند و با استقبال والی صاحب و ما از جانب این مردم، از شما و از معین صاحب که واقعا زحمت کشیدند و اینا اما پروسیجر اداری را طی کردند و در اینجا آمدند و شما را به معرفی گرفتند، از آمدن شما خیر مقدم میگیم و انشالله از خداوند برای شما توفیق مزید میخواهیم. موفق و سربلند باشیم. تشکر. اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن،
میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من